سرخط خبرها از عفو مهاجران اخراج شده در دومای دولتی جانبداری کردند. خورشید فاضلوف ژورنالیست تاجیک را شخصان نامعلوم با خود بردند. شروع پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و عربستان سعودی. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 8 مارت است. در تاجیکستان هر سال 8 مارت روزی مادر تجلیل می شود. ما نیز همه مادران و بانوان عزیز را با این عید مبارکباد می گوییم. عفو مهاجرانی قبلا اخراج شده برای قانونشکنی های نوچیز به حل مشکل کادری در ساحه ساختمان و خواجگی منزلی و کمونالی کمک میکند. در این باره خبرگزاری رسمی اینترفاکس از قبل معاون رئیس کمیته دومای دولتی روسیه اوید با سیاست اقتصادی ارتیوم کریانوف خبر داده است. او تاکید داشته است که ساختار امروزه بازار کار هم در ساحه ساختمان و هم در کاری زیرساختارهای خواجگی منزلی و کمونالی مشکلی ها پیش می آورد. قبلا آنتون گلوشکوف مدیر انجمن ملی ساختمانچیان ضرورت عفو ساختمانچیان خارجی از روسیه اخراج شده را ذکر کرده بود. گلوشکوف تاکید داشته بود که سال 2022 در روسیه حدود 6.5 میلیون نفر بینوکاران مشغول کار بودند و با نظر داشت هدفهای رشد ساحه ساختمان تا سال 2030 شماره آنها باید به 8 میلیون نفر زیاد شود. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان نیز کار و اقامت میکنند و تعداد زیادی از آنها غیر قانونی هستند. روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را در شهر پنجکند شخصان نامعلوم با خود بردند. خبرگزاری آزیا پلوس نوشت او روز 6 مارت در داخل اداره کار با مهاجرت شهر به طرف نامعلوم برده شد. یک منبع رادیوی آزادی روز 7 مارت خبر یک روز باز بی‌درک بودن خورشید فاضلوف را تصدیق کرد، اما گفت در کجا بودنش را نمیداند. چند منبع از جمله کارمندان اداره کار و مهاجرت پنجکند و آزیا پلوس گفتند خورشید فاضلوف تا ماه ینور بر اساس قرارداد در دایره یک طرح با آنها همکاری داشت و 6 مارت بعد دیدن همکاران پیشینش رفته بود. مقامات چیزی نگفتند. نزدیکانش میگویند تا حال معلوم نیست که او در کجاست. خورشید فاضلوف بیشتر با رسانه‌های محلی همکاری داشت. در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. در چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نام کرده بودند. در آستانه روز بین المللی زنان روز 8 مارت که در تاجیکستان به حیث روز مادر تجلیل می شود، همکاری ما امیر سویف از راهگذران در دوشنبه پرسید که برای زنان و مادران چی پیام دارند. میخوام از فرصت مناسب استفاده برده مادر خود را و خودم را به روز مادران تبریک گویم. بگذار همه وقت سربلند باشند، عمر دراز خواهند در بر ما باشند تا آخر. من از نام خودم مادرم رو، همسرم رو، دخترم رو، تمام مادران رو به روز 8 مارت تبریک و مبارکباد گفته با آنها خوشی و خوشحالی زندگی رو تمنا دارم. بگذار همه وقت سرسبز و سرخورم باشن. رحمت کنید. مادر جان، من شما رو خیلی دوست می‌دارم. شما رو با عید مادران تبریک گفته به شما تنسیتی و خانه آبادی می‌خوام. زنان رو گرز دانش زیوری هست. امیدی روزگاری بهتری هست. اگرچه از زنان پیغمبری نیست، همه پیغمبران رو مادری است. این مادر به این سطح به این درجه بزرگ است که همه پیغمبران، همه نخبگان، همه نابغگان، همه فرهیختگانی، همه مرزبون، همه قلمرو از مادر، از دامان مادر پیدا شدند. مادرم ای مادری جان پرورم، پیش پایت سرنی هم می سرورم. کودکم من در نگاه تا هنوز میگذاری دست شوقت بر سرم. دوست می‌دارم تو را تا زنده‌ام، با هوس‌های زیادم زاده ای. تو برایم نام زیبا مانده ای، تو به من زیبایی خود داده ای. راهنما و راهکشای من تویی، در راه دوری امید مادرم. گشت گیسوی سیاهی تو سفید، تا شود بختم سفید مادرم. از تو میپرسم دعای زندگی، مادرم بادا نگهبانت خدا. زنده باشی از برای زندگی. میخوام از نام وارخی نازنین برای کل مردمی تاجیکستان اصلا با مادران کلی تاجیکستان تبریک گفته باشم. تو را در عالم فانی فنا نیست، مقامت را بجوز حمد و ثنا نیست.
بلندی های تو از خاکساریست، بزرگی های تو از بردباریست. جهان از مهر تو خورشید خواست، نمردن در قدم هایت گناه است. شرکت هواپیمایی سومون ایر از آغاز پروازهای مستقیم دائمی در مسیر دوشنبه جیده دوشنبه و خوجند جیده خوجند خبر داد. پروازها از شهر دوشنبه به عربستان سعودی هفته 2 مرتبه و از شهر خوجند هفته 1 بار انجام می شود که وقتی پرواز بیشتر از 5 ساعت گفته می شود. شرکت سومون ایر گفت اولین پرواز از 9 مارس از دوشنبه به جیده هر هفته روزهای پنجشنبه و یکشنبه انجام می شود. پرواز از خوجند به جیده روز سه‌شنبه خواهد بود. پروازها را هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 انجام می دهند. شرکت سومون ایر که گفته می شود به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد، در حال حاضر به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، هندوستان، روسیه، قزاقستان و ازبکستان پروازهای منتظم انجام می دهد. دادگاه خراسان یک ساکن ناحیه را با اتهام مبادله غیرقانونی اسعار جریمه کرده است. دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که شهروند سید احمد سعدالله‌یف خلاف قانونهای کشور عمل نموده در بازار اویلی ناحیه خراسان نقطه صرافی تأسیس داده غیر قانونی با خرید و فروش اسعار ملی و خارجی مشغول شده است. با گفته منبع سعدالله‌یف هنگام عوض نمودن دلار آمریکایی با اسعار ملی سامانی بازداشت شده است. دادگاه علیه سعدالله‌یف بر اساس ماده 286 پرونده باز کرده است. همکنون با گفته دادگاه او باید 13600 سامانی جریمه پرداخت کند. بانک ملی تاجیکستان سال 2015 به این طرف صرافی‌ها را در بالاروی با شدت قرب دلار در برابر سامانی متهم کرده تمام نقطه‌های صرافی را بست. بنا به دستور بانک ملی تنها در حدود بانک‌ها، سازمان‌های قرضدهی و نقطه‌های انتقال پول مبادله اسعار خارجی اجازت است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 8 مارس را فرا می گیرد. 8 مارس در تاجیکستان روز مادر تجلیل می شود. این سنه تاریخ بیش از یک عصر دارد. وقتی در اروپا حامیان حقوق زن با طلب حق و حقوق برابر با مردان در حیات اجتماعی و سیاسی بلند شدند. در تاجیکستان از سال 2009 با یک فرمان پرزیدنت 8 مارس چون روز مادر تجلیل می شود و هدفش بزرگداشت زن مادر آفرینده حیات و تربیتگری نسل ها شمرده می شود. ماه مارس سال 2013 در پی مذاکره های بسیار ساله آثارخانه معروف بریتانیا 6 نسخه از گنجینه های خزینه آمو را به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرد. گنجینه آمو در عموم از 200 یادگاری نادر طلایی سده های 6 تا 3 پیش از میلاد عبارت بوده از گران ارزشترین مجموعه های جهان به شمار می رود. این یادگاری ها سال 1877 در تخت سنگین قلمرو فعلی تاجیکستان آشکار شدند. این گنج بها را در هندوستان به انگلیس ها فروختند. بریتانیا گفت این یادگاری ها را به تاجیکستان بر نمیگرداند و تنها چند نسخه از شکل اصلی آنها را برای نمایش پیشکش میکند. 8 مارس سال 1950 شاعره تاجیک خاصیت ولیزاده تولد شده است که چون یک شاعر لیریک معروف شده است. مؤلف مجموعه های دوام راه، ترانه عشق، نازار دل زن را و دیگرها بیشتر شعرهای وطن دوستانه و عشقی نوشته ترنمگر شعری زنانه به حساب می رود. آوازخوان‌های زیاد مثل پرده قاسموف، لاله عزیز و عزیز وهاب و دیگرها ترانه های با متن خاصیت ولیزاده اجرا کرده اند. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. روزی خوبی داشته باشید. تا فردا خدا نگهدار.